سلام بچه ها، حالتون چطوره؟ خوش اومدید به اولین ویدیو چنل من. امروز 27 اسفند 1402 و از اونجایی که 2 روز تا سال نو بیشتر نمونده گفتم که دیگه کم کم هممون باید یه برنامه‌ریزی برای سال جدید داشته باشیم. تقریبا چیزی تایید نمونده و من هر سال آخرین کاری که میکنم اینه که سالی که گذشت رو ارزیابی میکنم، میبینم چه کاری انجام دادم، چه کاری مونده، چه کاری میخوام سال آینده انجام بدم و از این قبیل چیزها. امسال اومدم به یه روش متفاوت این کار رو انجام بدم. حالا روشم رو میخوام امروز به شما بگم که اگه خواستید شما هم انجامش بدید. به نظرم خیلی روش واضحیه. قدم اول اینه که شما بیاین از این دایره خورشیدی ها توی پلنرتون رسم کنید و تمام جنبه هایی که دوست دارین داشته باشین زندگیتون تو سال جدید رو بهش اضافه کنید. من دوست داشتم که زبان، مدیریت کار با موبایل، مدیریت پول، درس و دانشگاه، ورزشی، روتین پوستی، خانوادگی، غذای سالم، عادت کتاب خوندن، ژورنالینگ، ساعت خواب و سلامت روان جزو جنبه های سال آینده من باشه که حتما رو این قسمت ها مانور بدم. قدم دوم چیه؟ قدم دوم اینه که هر کدوم از این کارهایی که شما توی اون دایره خورشیدیتون نوشتین رو بیاین بنویسین به این صورت و اینجوری نوشتنشون. هر کدوم بنویسید و چیزایی که میخواین بهش برسین رو هم بنویسید. مثلا من هر سال جزو عاداتم زبان رو مینوشتم که مثلا مینوشتم من دوست دارم که هر سال زبان بخونم، ولی این کار انجام نمیدم. چرا؟ چون که یه هدف کلیه و خب خیلی گنگه. قدم سوم اینطوری میشه که شما میان یه چارتی رسم میکنید از تمام ماهای سال که اینجوریه: فروردین، اردیبهشت و خرداد، تیر، مرداد، شهریور، مهربان، آذر، دی بهمن، اسفند. اینطوریه و میای مثلا توی فروردین مینویسی اون جنبه هایی که نوشته بودی و چه میدونم سلامت روان. من دوست دارم که حداقل دیگه ماهی 2 بار رو پیش تراپیست برم، پس مثلا توی اهداف فروردینم مینویسم 2 بار پیش تراپیست برو، یا مثلا چه میدونم 2 تا درس از فلان کتاب بخون برای زبانت. این میشه خورد کردن توی ماهای سال. اینجوری راحت میشه. من الان دیگه کلا برنامه‌ام مشخصه که هر ماه میخوام چه کاری انجام بدم و بعدش آخر هر ماه میشینم ارزیابی میکنم که ماهی گذشت چه کاری انجام دادم، چه کاری رو انجام ندادم، چه کارهایی رو نرسیدم. مثلا اگه سنگین تر بود خب برای ماه بعدش اوکی میکنم. و بهتره که پایان هر هفته بشینی برای خودت هفته آینده تو برنامه‌ریزی کنی. به خاطر همین 2 تا دفتر دیگه تهیه کردم، یعنی داشتن اینا رو از قبل. هدفهای هر هفته رو توی این می‌نویسم. مثلا ماه فروردین
4 تا هفته داره دیگه. اینا هم هر صفحش برای یه هفته است. اهدافی که خورد کرده بودم تو فروردین و تو هفته ها من پخش میکنم. مثلا 8 تا اپیزود اگه قرار از اون پادکست گوش بدم این ماه، میام تو ماها تقسیمش میکنم، میشه هفته 2 تا. پس من توی روزام میتونم مثلا روز شنبه رو و پنجشنبه رو بذارم برای زبان. در نهایت بعد اینکه اهدافتو تو پلنر هفتگیت هم نوشتی و انجامشون دادی، خب شاید بعضی با نسخه کاغذی اوکی نباشن. به خاطر همین یه نرم افزاری رو میذارم براتون که توی اون میتونین همه کارتون رو انجام بدین، رو گوشیتون نصب میشه و هم نیاز به نت نداره، همین که خب همیشه در دسترستونه و دیگه خیلی هم بهتون کمک میکنه. توی اون روزانه تیک میزنید، آخر هر ماه، آخر هر هفته یه چارتی بهتون میده که مثلا نشون بده شما چقدر استمرار داشتین و مهمترین چیزم استمراره. یکی از خوبیای دیگه اینو برنامه ریزی اینه که تو برای هر ماهت برنامه ریزی کردی و اینجوری میشه که تو اگر مثلا دانشجو باشی توی ماه خرداد، چه میدونم بهمن، امتحان پایان ترمته و نمیتونی بهشون برسی، برای همین دیگه دست خودته، یا قبلش انجام میدی یا مثلا میندازی برای هفته بعدش. ولی اگه بخوام از اهمیت برنامه‌ریزی برات بگم اینه که تو زمانی که برنامه‌ریزی داشته باشی اولا زندگی جهت‌دار میشه. امروز رفتم یه سری عکس‌ها رو چاپ کردم که میخواستم ویژن بورد درست کنم تو دفترم. خیلی وقت بود که تو ذهنم بودش که ویژن بوردم رو چاپ کنم، ولی دیگه قسمت قبل عید بود، بهترم هست. اینم از رخ نهایی ویژن بورد 1403-4. تمام اینا رو بر اساس همون اهدافی که اول گفته بودم مشخص کردم. مثلا برای ورزش من 2 و یوگا رو انتخاب کردم. اینم برای یوتیوبمه، این برای غذای سالم و آشپزی کردن، سحرخیزی، تراپی رفتن، زبان خوندن، ژورنالینگ و کتاب خوندن و سیو کردن پول و روتین پوستی.